بابا ما عطیسه تعریف کنم میگه من عطیسه بیا باشد بیا باشد اسمعی بیا خوری ابا که جان اشتنی جان بخیری چیگه پایه شکر خیرتی کجا میری؟ کجا میری چی خبرها سرا بودم تو چرخمون تا بازار ابا جان بکنه خیر از چشم تو آدم میایه چی از چشم ما میآید؟ از چشم تو بعید نیه ای کار که در سرا موها بوده خود خوبه نختی باسکل گیلک که به دیشتی بجنده ببیده باسکل گیلک گم شده آه خود بندختی به خانمه ای من خود خوبه خان تو من نازم راست بشی کج بشی راست بگو حالا کم کتی تو اگه رفق بردیشتی امروز خف ما و چوپ تو برو بیارک قراره کرده بده به دست ما به ایش قسمی چی نمیگه اگه ندیشتی که ما دگر هم خودی تو گفت زنو نه کجی خدا نیه هم باسکل گیلک و تایی کچه پرته باشه کسی بر نمیداره شری بر نداره ما کوبر نداشتم یه بالی پیل دادیم 64 یعنی گردن تو بر باشه بالی این باسکل پیل دادیم گردن تو بر باشه که مرغ مرده خوب بالی این باسکل بدادیم واسه میگن گیلک کمه بیسور ریامت شکل دوزدایه نه تو شکو گیله گل شازه تری هست مدو چی دیره پیش خور نمیداره نه برار ما عقلی اون نمیکشه به دوزی خاطر یک باسکل گردن حلال عقل تو با میکشه به دوزی بفهمیدی اگه ویدیشتی بجوندی براره می همون برو بیارد ما و شما همسایه میگه مال خو مخم بگیر همسایه خود دوز نگیر چرا دوز گرفتی؟ لگنده و تو نگاه کن تو همسایه مالی خود تو میگه مال خوش کم سه خود دوز نگیر تو برو چرا مال خوش نکرده که من دوست میگیری؟ خوب میشی که گیلک برشته بیده و دکتر رشته بیده در سرا واقع دیشته بیده نه که دیگه خیلی نه دیدونه من خود یک باسکل گردن خوب است میکنم بپر شاید بچه به خود سواری کنه خیلی کجی جان بپر تا کجا شاید بچه داشته باشه به خود سواری کنه زنده بشی یعنی من ندیشتی نه دیگه من نداشتی من میدیشتم نگفتم ولی خدا پیش ما اگر میدیشتم واره به خود میفتم با بازه و باله باسکل میبینی پیاده یا نه دیگه با تو جرات نداری باسکل که بودیده Vallahi işte talak. برفتی به دکتر موریدی گو به جنجال بنیختی گیله الان چکار کنم من کجا رو گردم گیله من نمیگم تو بگم گیله اصاب خوب سر جایی بیار برارمه سیکو اگه به دکتر رفتی باسکل به دم دواخونه ردیشی را خوبه گرفتی به کسی بیه بدی هم اگه به سرا در واقع دیشی دمی رفتی حیاتو برکته هم اگه به جامعه ببیدی و پارکینی دیدی برکتی خود خوب دکتر بابا چون کن من جورم دکتر تو خیلی گرد نزی به خدا مو بور سبر نداشتم به طلاق سر میده میکنم اشتا برکتی گفت باسکل گم کریه تا تو به بعد با فاجعه بخوری تو نمیبینی این دست میویه چند فالاتر کار کرده چند فالاتر باسکیل چی کردی؟ راست خوب بگو که من بفهم گیلم من بگردم بابا بپرس از همسایا بابا بپرسید و وزر که بپرسم میگم باز مختم بگیرم چه خودت نه بگه اشتا بپرسم بیا تو پیچگیری کن که من چی میفهمم ناجورم من اعصاب من معلوم نیه که کجایه خدا مال خورده نباشه یعنی کسی بله پیش تو گفت دارم یک تو که پیش تو نمیمونه آلی من چکار کنم گردی چی؟ باسکی رو چکار کنم بابا باید منیه که به تک شفاخونه بردم و بگشتم بیامدم یا بیامدم به سرا گذاشتم یا به تک کوچه پرتر کردم یا بیامدم جگاه یک کس که خریدم به خوب و دم دکن کس گذاشتم نمیفهم به کجا گذاشتم ایت جیرنی هم بکن میفهمیانه مخصصه کشتکار شده چند شده بولا وقتی بولا از همسایه بپرسه به سر زمین ها غلط ها بقلا بولا
بده برو سر زمین ها شده باسکیل چی ها درو بگردم کجا من بگردم بس سامی منطقه که من بگشتم جای بمی که کوچه نامده کاس نامده که من رفت کشیده باشم باسکیل ببینی گم که دیگه نه همین چیز همین چی؟ همین نیرویلون خیلی خود کل قلب تا ساعت 20 اگه ای کار نکرده باشه چونی مدام مثل می چیشا گرگ بری ای گردن رو بند باشه خوب ای تا به دستی خوشه نه این خوشه رو گنیبت بدونه بده یکم مامان نوروز که گیت گردن رو بند که بشا مدر پر میچونه بده تنه میگه وردشتا وردشته مامان نوروز به خدا بگیری بیش که بشا مدر پر میچونه باش بمیرم خانه تو میگی تو دیگه جمع باش گلیلان تنکو خوبه راستی عباس کفترباز را آمده دیدی؟ عباس بدیدو برای گفتم در چشم تو میای دوزی بو برمی بنیشتی گفتم نه و نمیشتی گردن آبان باشه که جیروی باسکل نبینه میبره با بالا 6 تا کفتر میده چه این مزا خیلی عجیبونه خوب خیلی نبینه هر که باسکل گیل لکه برده هزار که سراخ پرسون میشون میگم من باسکل ندیدم من خوب گجار بگردم از تو برار بروی عقبی با خیلی ندیدم خیلی نبینی از من با خود خوب جنجال داری که جنجال داری ما بالی شما شک داریم برار من چی؟ شک داریم شما باسکل گیلک برار من بجودیم همون بدیم لالا رواری شما به دوزا میخوره غیر از شما باسکل کسی نجونده ما بالی شما شک داریم بالا ما شک داری چند سال ما بمی دیون شاید 90 ساله بشی خدا بیامرزه پیار تو بمی 90 سال تو از ما چی دیدی که از تو جنده باشم گردن من شما علی رمزون جونده نگاه داده دور رمزون دور نگاه داده پیشو رمزون چرا باسکل گیلک بجوندی چکاره؟ باسکل گیلک بجوندی ها گردن من همین که چیزیه چی به ساعت جا خود مطا که دیونه بشی به ساعت جا ها خود باسکل بکله گیلک گرده توشه مالم رنگ سیاه فیلم و قیافه تونه گدا گدول بیگون کاکه بیایی با دال و درخت دلست تو گیلک نمون دال با باسکل تو چه ارغمار نخور میخانی حکی میندازی چی میگه به تو؟ شما خود شما دوزی چی میگه به تو؟ میگه باسکل برار ما تو جندی آره با مرد دیدی مرد جوندون میگه قیافه تو دوزه غیر از شما دو نفر کی به تمیدی نه دوزه برار تو الوار نمیگذاره به درخت برسه اونا رو میکنه با تو خود کله گنده خواری بیامیدی با ما یاد میدی رمزون. تو خود محکم گیر همسایه خود دوست نگیر کاکا خیر بینی همسایه خود ما دوست میگیرم همسایه ما دوست میگیرم برو که دوز خود چمانه پیار برار از این مرغ نجونده بود خیر بینی از اون دی بالا بیامد با چه کاکا خود فرو رمزون خر بجونده بودی تو برو خر کرده بیدم دیمه چه کار میدادن گفت مفت میزنی من میتا خبر دارم که این باسکل 4-5 روز میشه میادم بخریده آن اولا ما بدیدیم سواره خواهم رنگ همینه باسکل بیدم برم بسیاره ما خود محکم بی کاکا همسایه خود دوست نگیر مطمئن که بالای ازشه پیش با خود سیکو من تلنگ دادیم مامونه رو با من که ترین دارم که دست وجود تو خود تو من لازی مامونه رو ما بالی شما شک کردیم چی شد که شما دورم باسکل ما بجونده باسکل برار میگی لکه بجونده لکه برار مسون گیره میکنه بله تو خون گریه که چه طرف نیومد پیر شده کفو چرا میخندی؟ چرا میخندی؟ خنده داره نه دیگه پایی رفتیم بخندید و بخندید اگه باسکل بجونده 3 سال باسکل مرداری مدد با بیماد شکر دیدیم ندیدیم والله خیلی خدا چی رنگ باسکل شما؟ چی رنگ ده؟ شما به رنگ چی کار دارید؟ باسکل مرداری نگو شما تو من نخ نیه که خود بخن یک که میندازونه نه ماما نورو ما باید شما شهر دارید شما آدمی دستاق و برای نید واه واه شهرم که ما ریش سفیده دیگه باشه ماما تو نورو به چه نادم رسانه پنجر چقدر دارم میکنی این باسکل شما کجا بوده؟ سرا بیده به سرا بوده؟ کی وردشته؟ خیلی از شما همسایا دوز دارید کی ببرده برو جو مال خورمت کم بگیر امسای خود روز نگیر آره ماما نورو شما غمت ترانه نکنید بال خود مختم بگیر همسای خود دوز نگید اگه ما همسایا دسترا پا برای دیسته باشید همسایا خود دوز نمیگیریم یعنی ما بیان باسکل شما دیوزی کردم آه دیگه لالا چیزی که بجودید بدیم دیگه مال ما
با بلاشو افتادی ما به تیران بودم تا سرشون تاشون بس کرده شما بودم به تیارا آماده باشی بخارو وقت سمر خراب نکن وقت مشکل بارمدی ما بره وقت خجالت کش میشون سفوده شعرف کنیم اینا کنیم برادا حتی که شما یا ما یک سیخون که بکن سراو کنیم بگی هنو که تو رو هنو مکن میگی او خودتا میدونی فهم یا نه برو بگه برستان خود یاگو جاقت تو چی میگی شرم کو عیاق کو میشون سفید آخی برو بگه تو صاحبو که میگی برو بگه بگه شرم عیاق ندارم که خجالت نمیکشه همین نیستی که میگی سلام خیال هستم استولکی ماما میرم سر زمینه یک گله از شما دارم بفهمیدیم بله ما و شما حق همسایه به تعمیدی 20-30 سال میشه که حق همسایه نونه نمک خوریم امروز که جیر بچه شما به مو کوچه بند او برمر بدیده نورالله هم استاده متیر میشون به ما برمیداره میگه که شما دوزین باسکیل برار میگی لک بجنده چه کنیم ماما تا باله به تعمیدی یک سر سوزن گم نشده که بردارم بگم فلانی یا فلانی کاره کرده یا کس محصب مثلا عدی دوزی کده شکر بده ما او تا آدم ها مثلا دوزی بیجانشینی نیه همینایی که ما و شما حق همسایه 4 طرفیم میگه مال خور محکم بگیر همسایه خور دوز نگیر پیارمه کار خوبیت نداره آخه باز باسکیل مر بدیده اثر امی باسکیل مال 100 تا با باسکیل فروشی هست باسکیل بدیده مگه هر باسکیل برار ما تو جونده نمیفهمه ماما نمیفهم بالاخره آخه جیر بچه شما کوشیاره بخوا گب میشه به تحت دمه که گب میشه میگه 100 تا ما به 100 جو توش نمیبرو پس میارم حال گیله که بگه میگیم نافهمه سرکو که ما به تو چی میگم باسکل برسته به دعاخونه دعا خور بستانه باسکل همون که قلف هم نکرده پتو کرده کی؟ گیلک باسکل به دم دعاخونه پتو کرده دعاخونه دعا خور بستانده همون تا ای که رو به سراب بیامده به سراب شما و بچه ها شما همسایه ها خور دوز گرفتیم بخشش باشه دیگه مجبورت میخوام شما آدم قدیمی از بیتر میفهمه که مال خور محکم بگیر همسایه خور دوز نگیر